آقا سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو صرفا می‌خوایم در مورد آی صحبت کنیم، ببینیم که چی هست و چیکار میکنه و اینها. حالا قبل از اینکه من برم سر اینکه آقا آی چی و چیکار میکنه، میخوام فقط یه ریویو سریع داشته باشم به اینکه اصلا ما توی کامپایلر تا الان کجا بودیم و چیکار میکردیم. برای اینکه یه ریویو داشته باشه صرفا بگم که آقا کامپایلر ما همونطوری که امیدوارم یادتون بیاد سه قسمت بود دیگه. یه دونه این بودش که آقا ما یه فرانت اند داشتیم، یه دونه میدل اند داشتیم، یه دونه بک اند داریم. توی قسمت بک فرانت اند که برای نیمه اول کورس بود، میدونیم که چند تا بخش داشت. توی فرانت اند ما میمدیم چند تا کار اساسی میکردیم. یکی اینکه میمدیم توی قسمت لکسر توکنایز میکردیم. یعنی چی توکنایز کردن؟ یعنی که میمدیم میگفتیم مثلا فرض کن که یه اینت داری x مساویه با 2 سمیکالن. توی لکسر من میمدم میگفتم که آقا این کیورد توه، مثلا این آیدی توه، این اپراتور توه، این مثلا عدد توی که بهش میگن لیترال اینت و این هم پانکچویتور توه. پس توی لکسر ما میمدیم توکنایز بندیه رو انجام میدادیم. توی قسمت پارسر که قسمت بعدی بود، میومدیم از کانتکست فری گرامر ها استفاده میکردیم برای اینکه سینتکس رو چک کنیم. یعنی چی سینتکس؟ مثلا مثل اینکه آقا شما یه قسمت دارین، مثلا میگی اینت x مساوی 2 و تازه مثلا سمیکالن هم نمیذاشت. خب اینجا چند جا از لحاظ سینتکسی مشکل داره. یکی اینکه آقا شما این اصلا معنی نداره، یعنی چی؟ بعد این هم باز یک اپراتور اشتباهه توی این لحظه و نمیتونی اینو اینجوری تعریف کنی. این هم مشکل داره و سمیکالن هم نداشتی مورد سومش. پس اینا از موارد از مصادیق سینتکس ارور مثلا قرار میگرفتن که ما اینا رو توی کانتکست فری گرامر ها چک میکردیم و به اصطلاح عمل پارسینگ رو انجام میدادیم و ادامه ماجرا. و در نهایت هم میومدیم یه قسمتی داشتیم تحت عنوان سمنتیک که توی سمنتیک میومدیم معنا رو چک میکردیم. یعنی چی معنا؟ معنا یعنی که آقا مثلا شما فرض کن که توی کدتون مثلا توی C++ اگر چک کنید، اگر اینا رو پشت سر هم بنویسید بهتون ارور میده. از لحاظ سینتکسی همین درسته، اما میاد میگه که شما قبلا اومدی x رو تعریف کردی و چرا دوباره اومدی تعریفش کنی و این اشتباهه و در نهایت ما خطا میده. بنابراین ما توی فرانت اند میمدیم اینا رو یعنی چک میکردیم. سپس نکته‌ای که هست اینه که آقا من وقتی که اگه حالا باز دقیق یادتون باشه میومدیم یه بخش دیگه میگفتیم که من میام از NFA استفاده میکنم، میام NFA رم رو به DFA تبدیل میکنم، DFA هم رو میام مینیمالایز میکنم. بعد در ادامه یک خروجی خواهم داشت بهش میگفتیم IR یا Intermediate Representation یا IR یه کد میانیه که من سعی میکنم که تو فرانت اند این آر رو تولید کنم، توی میدل اند آپتیمایزش میکنم، بهبودش میدم تا برسم به یه آری که معادل همین آر اوله. یعنی این ها همه معادل همه که در نهایت برسم به بک اند و سپس بعد از بک اند برسم به تارگت کدم. یعنی بخوام اگه باز ذره کلی‌تر بگم، ما اینجا یه های لول کد داشتیم مثل C++، مثل پایتون. توی تارگت کدمون هم یه ماشین کدی دارم که اکسیکیوتبله، که اگه مثلا بخوام یه ریویو دیگه داشته باشم، این ماشین کده اگه این تارگت کده با استفاده از اگر مثلا توی دستگاهی باشه، توی سیستم باشین، او اس یکسان داشته باشه با سی پی یو یکسان، یعنی آرکیتکچرتون توی سی پی یو یکسان باشه، چه میدونم مثلا آرم باشه، ریسک 5 باشه، هر چی. اگر این دو تا آپشن با هم دیگه، یعنی این دو تا آپشن رو توی سیستم‌های مختلف داشته باشین، صرفا بدونید این تارگت کد رو، این اکسیکیوتبل ماشین کد رو بردارید بدون اینکه حتی این های لول کد رو داشته باشین، ببرید این رو داخل سیستم هایی با این ویژگی های یکسان میتونید داشته باشه و ران کنید و ازش استفاده کنید. اینم از این. پس من حالا صرفا میخوام بگم که آقا شما نکته که هست توی فرانت اند من این آیا رو تولید میکنم، تو میدل اند این آیا رو بهبود میدم، میرسم به یه آیار معادل آیاری که اینجا داشتم و در نهایت با استفاده از بک اند میرم سراغ تارگت کد و یه اکسیکیوتیبل ماشین کد میسازم. اگر بخوام بیشتر در مورد آیار صحبت کنم، اینا که برای ما مهمه و تاثیر میذاره روی سرعت و افیشنسی کلا کد ما و انتخاب آیار، چون انواع مختلفی از آیار داریم که حالا جلوتر تعریف میکنم، فرق میکنه با توجه به تارگتی که ما داریم، هدفی که ما داریم، که از چه نوع آیاری استفاده کنیم و برای ما مهمه که انتخاب کنیم. اینم بگم که حالا جلوتر باز تعریف کنیم که لزوما هم یک
IR در یک کامپایلر نداریم. میتونیم اون خود همون میدلندمون چندین قسمت داشته باشه و بتونیم IR های مختلفی رو در نتیجه پس های مختلف میدلند داشته باشه. رو جلوتر باز دقیق‌تر تعریف میکنم. توی تایپ های مختلف اینترمدییت رپرزنتیشن یا همون IR ما میایم به 3 دسته تقسیم میکنیم: استراکچرال، لینیر و هیبرید، که قاعدتا هیبرید ترکیبی از استراکچرال و لینیره. توی استراکچرال من هدفم اینه که با یک روند حالت گرافی و حالت گرافتور درختور بیام نشون بدم، مثل دک ها، مثل درخت ها. پس همونطور که اینجا نوشته شده بیشتر حالت گرافتور دارن. توی قسمت لینیر سودوکد تورن، یعنی شما مثلا میایین با استفاده از چیزایی که شبیه به کدن یا سودوکدن اینا رو می‌نویسین. پس قاعدتا توی این حالت که شما گرافی دارین می‌نویسین، توی این حالت کدی دارین می‌نویسین. توی هر دو تای اینها level of abstraction داریم که شما چقدر میخواین abstract نگاش کنید و قاعدتا این چیزی که شما اینجا دارین توی کد میبینید ری-ارنج کردنش، دستکاری کردنش برای ما راحت تره. مثلا شما آقا تو اپتیمایزیشن میگید که آقا من میخوام لاین اف کد رو عوض کنم، خب اینو توی قاعدتا اگه سودو کد داشته باشین راحت‌تر انجام میدید تا اینکه مثلا گراف باشه. و در نتیجه نوع سوم هم هیبرید، مثل کنترل فلو گراف که ترکیبی از دو تای قبلیه. ما توی میگفتیم که آقا شما دارین گرافی عمل میکنین، مثلا گرافتور دارین اینا رو میکشین و ادامه میدین. توی این هم که لاین اف کدیه، توی این هر دو تای این است. یعنی چی؟ یعنی شما گرافی دارین که هر کدوم از نودهاش شامل لاین اف کده که حالا جلوتر باز در مورد کنترل فلو گراف صحبت میکنیم و طبیعتا خب وقتی که ترکیبی از اون دو تای بالاییه، مزایاش هم یه جورایی ترکیبی از هر دو تای این است. در مورد level of abstraction صحبت کردم. اینم باز فرق میکنه که آقا شما چقدر میخواین ابسترکت نگاه کنید. مثلا اینجا یه مثالی زده که من میخوام این رو نشون بدم، ببینم این یعنی ایندکس آی و جی آرای A رو من چجوری میخوام به دست بیارم. یه راهش اینه که حالا من جلوتر باز در مورد AST صحبت میکنم، اما یه راهش اینه که من اینو این شکلی نشون بدم. یعنی چی؟ یعنی من میگم که آقا شما شما میای ایندکس آی و جی آرای آی رو به دست میارید. پس این کاملا های لوله و دیتیل خاصی نداره. اما شکل سمت راست که این سودو کد نشون میده یه لینیر کد اتفاقا شبیه اسمبلی هم هست که داره دقیقاً دونه بدونه و کاملا لو لول داره نشون میده که شما دارین اینجا چی کار میکنید. حالا جلوتر باز اینم می‌خواستم بگم که آی آر ها به طور کلی یا لو لولن یا های لولن. همونطوری که می‌بینید اینجا کاملا مشهوده که کدومش لو لوله کدومش های لوله. اما چون خود استاد اینو سر کلاس تعریف کرده بود که ما اینجا داریم چیکار می‌کنیم، منم اینو دقیق‌تر میگم. شما همزمان سعی کنید که هر تا اینا رو نگاه کنید. صرفاً میگه که آقا اینم بگم که من اینو با توجه الان هیچ اینترنتی نیست و دارم با توجه به دانشی که خودم از این فهمیدم میگم، نمیدونم چقدر درسته، نمیتونم چکش کنم، منظورم اینه. اما چیزی که من فهمیدم به طور کلی شما اینو فعلا داشته باشین که یه بلاک مثلا کش دارید یا بهتر بگم یه به طور حال حافظه دارین و حافظه شما اینجوری انگار دارین دسترسی بهش پیدا میکنین که اگر قراره این حالت مثلا ماتریستور باشه و شما میخواین آرایتون رو دسترسی داشته باشین، مثلا من چون آرایم به خصوص دو بعدیه میخوام حالت ماتریستور ببینم، یه سری سطر و ستون دارین. این سطر و ستوناشو میاد اولا 10 تایی تقسیم میکنه، یعنی و ستونی میاد اینا رو پیمایش میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما میای برای ستون اولت از 0 شروع میکنی تا 9. پس اگر از 0 تا 9 باشی یعنی که در ستون اولی. اگر اگر از 10 باشی تا 19 یعنی در ستون دومی. 11 باشی تا 20 باشی تا 29 یعنی در ستون سومی، به همینجوری ادامه داره. پس مثلا من اگه بخوام بدونم که توی ستون مثلا سومم، میدونم که باید از 20 شروع کنم تا 29. چجوری اینو پیدا میکنم؟ میگم که آقا شما مگه نمیخوای بگی که توی ستون سومی 3 رو شروع، اون قسمت شروعت کجاست، 3 رو منهای 1 کن ضرب در 10 کن و اینجا میرسی به ایندکس شروعت که 20. بعد مثلا میخوای بگی که اوکی من در ستون مثلا سومم میخوام ببینم که سومیش چی میشه. پس من میام 20 رو به علاوه میکنم با 3 منهای 1، پس میرسم به 22. میدونم که این بلاک رو باید بخونم. من مثلا فرض کنید که هر یه دونه از اینها که مثلا من اینجا گفتم که آقا این 20، این 21، این 22 و من این رو مثلا میخوام، مثلا فرض کنید خودش یه بایته.
و من اینو مثلا میخونم در نتیجه برمیگردونم. حالا اگه برم جلوتر تعریف کنم، این کد هم دقیقا داره همین کارو میکنه. در وهله اول میاد میگه که آقا شما میای یه ایمیدییت میریزی تو رجیستر اولت. پس من توی آره یکم دارم یک رو نگه میدارم، عدد یک. بعد میگم که آقا من مگه ای آی و جی رو نمیخواستم؟ دارم میگم که من داشتم ستونی میدیدم دیگه. اگه داشتم ستونی میدیدم و این آی و جی بود، میگم که آقا تو جیت رو منهای یک مگه نمیکردی؟ میگفتیم که آقا شما برو مثلا 5 بود، میومدی 5 رو منهای یک میکردی، ضرب در 10 میکردی. اینم دقیقا داره همین کار میکنه، منهای یک میکنه و 10 رو اینجا توی آر 3 میریزه و در نهایت ضرب میکنه. پس تو اینجا من همون 5 منهای یک ضرب در 10 رو دارم که اگر حالا من این مثلا 5 رو اینجا بردارم، میگم که آقا من همون جی منهای یک ضرب در 10 رو توی آر 4 دارم نگه میدارم. بعد میومدم میگفتم آقا شما آی رو هم منهای یک میکنی، در نتیجه به علاوه این آر 4 میکنی دیگه. پس اینجا دقیقا داره همین کار میکنه، منهای یک میکنه به علاوه این آر 4 میکنه. پس تو اینجا من انگار همون 22 رو به دست آوردم. بعد میگه که آقا شما توی این خط از کد میای آدرس آرایه ای رو به دست میاری، یعنی اون جایی که شروع میشه. پس انگار یه پوینتری، اگر آرایه شما مثلا از یه جایی به بعد شروع میشه، این پوینتر به اول آرایته. که بعد یعنی این انگار این لوده انگار توی آر 7 داری یه آدرس نگه میداری که من اگر این رو جمع کنم با اون آدرسی که مثلا می‌خواستم به دست بیارم، یعنی به اون ایندکسه مثلا 22، پس من یه مثلا آدرسی داشتم که اینجا داره میگه که AS کجا شروع، آرایه AS کجا شروع میشه، به علاوه اون 22 من دقیقاً میگه که باید برم سراغ کدوم بلاک و بعد اون رو تحت عنوان عنصر آی جی حالا آرایه مد نظر A قرار میدم. پس این کد صرفا داره اینو میگه. بعد اینو اگه بریم جلو، دوباره داره در مورد لول اف ابسترکشن صحبت میکنه. اینجا داره میگه که آقا اینم یه AST، اینم یه AST بود اگر اینجا یادتون باشه. این یه AST های لول بود، اینجا یه AST لو لوله. دقیقاً همون کاری که من توی کد قبلی کردم داره اینجا انجام میده. میاد جی رو منهای یک میکنه، بعد ضرب در 10 میکنه. اصلا حالا اینو اینجا اشتباه نوشته، این باید آی باشه. بعد دوباره آی رو هم منهای یک میکنه، در نتیجه اینا که ضرب کرده بودیم، جی منهای یک ضرب در 10، اینم که آی منهای یک رو با هم جمع میکنه، دوباره با آدرس A جمع میکنه و این رو شما تحت عنوان یه لو لول AST میشناسید. این یه لو لول AST هم دقیقاً برعکس کد قبلی که یک لو لول لینیر کد بود، این یک های لول لینیر کده. دقیقاً انگار مثلا اینا برعکس همن و صرفا خواسته که اون لو لول های لول بودن رو توی دوتا حالت استراکچرال و لینیر نشون بدن. بعد اینجا در مورد AST صحبت می‌کنیم. میاد AST میگه چیه؟ AST یه درختیه که نکته که صرفا داره اینه که نان ترمینال های حالا بیشتر نان ترمینال هاش چرا این کار نمیکنه؟ بیشتر نان ترمینال هاش حذف شدن. مثلا شما فرض کنید که شما یه پارس تری داشتین، اگر از مثلا مباحث نیمه اول ترم یادتون بیاد، شما توی پارس تری تون میومدید میگفتید که آقا مثلا من یه اسی دارم تو درخت اشتقاق، داشتم پارس میکردم دیگه. مثلا میگفتم این به ای بی میخوره، بعد این ای رو دوباره یه جور باز میکردم، بی رو یه جور باز میکردم. البته این گرامرشه، این اشتباه گفتم. این بخوام اشتقاق بنویسم خب یه جور دیگه بود. مثلا اشتقاق رو اینجوری می نوشتم که آقا این ای بیه، بعد با توجه به گرامرم دوباره توی همین ای رو یه جوری باز میکردم، بعد بی بود، بعد دوباره تو همین ماجرا اینو یه جور باز کرده بودم، بی رو یه جور باز میکنم و ادامه میدم. اگه فرمت کلیش رو یادتون باشه مثلا اینجوری بود که آقا شما اینو ای بود، این بی بود، بعد اینو یه جور باز میکردین، اینو یه جور باز میکردید و ادامه میدادید. اینا نان ترمینال های ما بودن. توی یه اسم من نان ترمینال رو حذف میکنم همین و بعد میام کلا اون درخت انگار پارس تری ام رو بدون نان ترمینال میسازم. به همچین درخت میگن AST. حالا تعریفش دقیق نیست، من خیلی خودمونی دارم میگم، ولی به طور کلی اینجوریه. مثلا اینا بگم که مثلا همه ماجراهای در مورد پارس تری داشتیم که میگفتیم هر چقدر بریم پایینتر اولویتمون بیشتر میشه، اینجا برقراره دیگه. مثلا اینجا تو اولویت من مثلا برای محاسبه ضربه، پس من اینجا این عرض شما ای بابا این ضربه رو اینجوری انجام میدم، بعد که ضرب کردم و انگار اینو محاسبه کردم میام منها میکنم با x و اینو اینجوری محاسبه میکنم. نکته دیگه هم که هست اینه که
یه سری پیمایش‌ها داشتیم، اون پیمایش‌ها به نظرم زیاد مهم نیستن، ولی صرفا این تعریف یعنی AST همچین چیزیه. یه چیز هم داریم تحت عنوان DAG که همون AST با این احتساب که همه ولیوهاش یونیکن. مثلا شما اگر یه بار از x استفاده کردید دوباره نود x دوباره ولیو x تعریف نمی‌کنی، یه رفرنس میزنی. مثلا اگه بخوام یه مثال بزنم، میخوام برای این دو تا لاین کد AST بسازم. برای خط اولش اینجوری حساب میشه که آقا شما میای مثل همون قسمت اول یه 2 داری یه ایگرگ داری، اینا رو اول ضرب میکنی، بعد که ضرب کردی میای منها میکنی با x و در نهایت عملیات اساین رو انجام میدی که توی اساین این رو اساین میکنی به z. این برای خط دوم، برای خط اوله. واسه خط دوم هم میگه که آقا شما یه 2 داری یه x داری، اینا رو اول باید تقسیم کنی، از تقسیم میکنی و بعد اساین میکنی به w. حالا پوینتش اینه که آقا مگه من نمیگم تو دک بعد اینا یونیک باشن؟ شما یه جای اینجا 2 داری، یه جای اینجا 2 داری، یه دونه اینجا x داری، اینجا x داری، اینا رو نباید 2 بار ببینی. پس میای صرفا میگی که آقا شما اینا رو باید یه جا یه بار داشته باشی. میای اینو وصل میکنی به این دیگه، اینو خط میزنی علنا مثل اینجا، و این x هم میای وصل میکنی به این و اینو دیگه خط میزنی مثل اینجا. پس بنابراین باید ولیوهات رو یه بار داشته باشی و ولیوها توی دک باید یونیک باشن. این کلا بهت کمک میکنه اون وابستگی ها رو شناسایی کنی و راحت‌تر ببینی. آقا استک ماشین کد داره میگه که شما مثلا اوقات مثل یه سری کامپیوترهای استک بیس شما میای از استک ماشین کد استفاده میکنی. بخوام بهش انگار ساختار بدم، چون یه ذره من ساختارشو نمیدونم چجوریه، یعنی حالت اینجوری که با استراکچر بهتون بگم که دقیقاً این کارو انجام بده، این کارو انجام بده و این کارو انجام بده نمیتونم بگم، ولی من خودم اینجوری اینو میبینم که شما یه بار اون چیزی که بهتون دادن، اون اینستراکشنی که بهتون دادن رو نگاه کنید، اولویتاشو ببینید. مثلا اینجا اول من باید این رو محاسبه کنم، بعد x رو منهای اون مقداری که محاسبه کردم بکنم. اوکی، پس اول اولویت اینجا یکه، بعد اولویت من اینجاست. بعد از چپ به راست اینو شروع میکنم به خوندن. این چجوری بعد پوشو ایناشو بنویسم؟ میگم که آقا شما از چپ به راست شروع میکنی به خوندن، هر چیزی که دیدی رو شروع میکنی ببینی آیا باید پوش کنی یا نکنی. من اینجا x رو باید پوش کنم. بعد من میگم که الان ولی نوبت این سابترکت نیست، من اینو نباید مثلا چیز کنم بنویسم. میگم که اینو انگار میگذرونم، بعدی رو نگاه میکنم. مثلا اینجا من 2 رو باید پوش کنم، بعد ایگرگ رو پوش میکنم، بعد من ضرب رو پوش میکنم. میگم که اینا چی رو داره به دست میاره، ضرب رو پوش میکنم و بعد اون سابترکتر. شما اینو انگار اینجوری ببینید که آقا من تا جایی که اولا من میگم اول اولویت رو نگاه کنید، اینجا 1 2، بعد از چپ راست شروع کنید به دیدن. بعد من میام اینجوری میبینم آقا x رو پوش کن، اوکی. بعد من گفتم z رو پوش کن، اوکی. ببخشید زد نیست، این 2 رو پوش کن. بعد از 2 بیا ایگرگ رو پوش کن، بعد انگار ضرب رو پوش کردی. انقدر ادامه میدی توی این پوش کردن ها، هر جا به یه اپرند رسیدی اینجا مثل ضرب میای دوتای قبلیش رو برمیداری و انگار استکت رو آپدیت میکنی. من نمیدونم این چیزی که دارم میگم از لحاظ علمی درسته ها، ولی معنای کلیش انگاری که همین جوریه. پس من میام اینو میبینم، گفتم که اینجا یه 2 بود، اینجا یه ایگرگ بود و اینجا ضرب بود. من اینو آپدیت میکنم که روی این اپرند این اپراتور رو اعمال کن که میشه ایگرگ ضرب در 2 و انگار استک من بدین شکل داره آپدیت میشه. بعد میگم که اوکی تو انگار الان این رو توی استکت داری، این رو هم که قبلا پوش کردی. من گفتم هر جا که به اپرند رسیدی انگار آپدیت میشه دیگه، پس اینجا منفی رو میذارید و چون به اپرند رسیدی دوباره استکت آپدیت میشه به اینکه آقا تو یه x داشتی منها میکنی در ایگرگ ضرب در 2 و به این نتیجه میرسی. بخوام اگر یک مثال دیگه بزنم، مثلا اینجا هم دقیقاً نتیجهش رو اینجوری به دست آوردیم دیگه. اگه بخوام یه مثال دیگه بزنم، دیگه مثلا توی تمرین هست اونجا توضیح میدم. بخوام یه مثال دیگه بزنم اینجوریه که آقا شما مثلا فرض کن که یه A داری منهای B میکنی به علاوه مثلا یه C میکنی که ضرب میشه در یک D که داره به توان مثلا E میرسه. مثال دیگه من گفتم که اول خود این اینستراکشن رو نگاه کن، بعد بهش اولویت بده. مثلا میدونین که من اینو میتونم اول حساب کنم، ولی برای این قسمت دوم من اول باید توان رو حساب کنم
بعد باید ضرب رو حساب کنم. حالا با دونستن این اولویت ها من شروع میکنم به پوش و پاپ کردن، یعنی به این استک رو نوشتن. اگه بخوام دقیق تر بنویسم اینجوریه. پس من اول پوش میکنم A رو، بعد پوش میکنم B رو، بعد این سابترکت رو انجام میدم. پس تا الان انگار تو استکم من این A منهای B رو دارم. بعد دوباره میگم از سمت چپ به راست داشتم میخوندم دیگه. پس من A و منها و B شو اصلا دارم دیگه، اصلا کلا اون قسمت رو انجام دادم. جمع آیا باید انجام بدم؟ نه، جمع آخرین چیزیه که اتفاقا بین این دوتا قسمت باید انجام بشه. پس جمع من نمیزنم. سی رو ولی پوش میکنم. پوش سی. ضرب رو باید انجام بدم؟ نه. چرا؟ چون من خب وقتی که بخوام ضرب انجام بدم یعنی بیا سی رو با این ضرب کن. خب این اشتباهی نباید اتفاق بیفته. ضرب رو هم با توجه به همین اولویتی که نوشتم انجام نمیدم. پس اینجا یه 4 برای این جمع اضافه کنم. سی رو پوش میکنم. بعد عرض شما میرم سراغ پوش کردن دی، بعد پوش کردن ای. بعد مگه من دی و ای رو انجام ندادم؟ پس من دی رو پوش کردم، ای رو پوش کردم، نوبت پوش کردن این توان است. پاور رو اینجا پوش میکنم. بعد که چون این اپرنده انگار استک من آپدیت میشه به اینی که آقا شما ای های بی داشتی، سی داشتی، الان ای به توان دی داری. پس من انگار که این رو الان دارم. حالا نوبت اینه که ضربه رو انجام بدم. چون من سی رو از قبل پوش کرده بودم انگار که الان باید نوبت این باشه که من مولتیپلای رو اضافه میکنم. پس من مولتیپلای رو اینجا میذارم. پس دوباره استک من آپدیت میشه. استک من آپدیت میشه به چی؟ من اینو پاک کنم. استک من، حالا من این AMN های بی رو داشتم، سی رو هم الان میخوام ضرب کنم با دی به توان ای. پس من مولتیپلای رو هم اضافه کردم. حالا نوبت اینه که این دوتا رو جمع کنم دیگه. پس اد رو اینجا اضافه میکنم. وقتی اد رو اضافه کنم یعنی دوباره بیا اینو بردار، اد رو روشون اعمال کن و اینجوری استک ماشین کد رو مینویسی. اینجا نکته دیگه فکر کنم نداره. بعد میریم توی 3 address code. تو 3 address code هم صرفا میدونیم که کلیاتش اینجوریه که داره اینجوری نگاه میکنه که آقا شما یه دونه اپراتور داری و بعد میتونی حد اکثر 3 تا آدرس داشته باشی، انگار 3 تا خونه داشته، 3 تا نام داشته باشی. پس انگاری که شما یک دستینیشن داری و میای به ازای سورس اولت یه اپراتوری داری و سورس دومت. مثلا میگی که آقا A به علاوه B ریخته میشه توی یه C. و به طور کلی حالا ساختار کلیش همین شکلیه. به میگن tree address code. مثلا اینجا اگه شما بخوای همینو به شکل tree address code بنویسی میگی که آقا من اول این رو جداگونه حساب کنم بریزم توی یه تمپی و در نهایت این x رو منهای تمپ کنم و بریزم داخل z و اینجوری رو مثلا به شکل tree address code در میارم. کوادراپلز اینجوریه که شما همون چیزی که شما مثلا فرض کن که یه کد یا یه شبه کدی داشتین برای نشون دادن اون تری ادرس کد ها، شما میایین این رو به شکل جدولی می‌نویسین که 4 تا قسمت داره. قسمت اولش اینه که شما اینستراکشنتون رو می‌نویسین. من چرا اینو گفتم اینستراکشن نگفتم اپراتور؟ چون مثلا میتونه لود و اینا هم قسمت داشته باشه. اینا مثلا حالت اسمبلی داره. من به طور کلی میگم اینستراکشن، ولی حالا منظور رو میگیرید دیگه، شامل اپراتورها هم میشه. بعد اینجا دستینیشنتونه، اینجا سورس اولتونه، سورس دومتونه. 4 تا ستون داره، واسه همین بهش میگن کوادراپلز. و صرفا شما همین رو میاد اینجا قسمت بندی میکنید می‌نویسید. همین کار دیگه ای نداره. حالا باز مثال میزنیم. توی تریپلز هم همون کوادراپلزه، با این تفاوت که 3 تا ستون داره. چهارمیش چی شد؟ چهارمیش انگار ایندکس سطرهای اینه. این سطر اوله، این سطر دوم، این سطر سوم، و به ازای ایندکس این سطرها شما میریزین انگار تو رجیستر همون ایندکس. پس دستینیشن مثلا شما اینو لود میکنید، وای رو کجا میریزید توی رجیستر 1. لود ایمیدییت دارین میکنین، عدد 2 رو میریزید توی رجیستر 2. دارید مولتیپلای میکنید رجیستر 1 رو با رجیستر 2 رو، جوابش رو میریزید توی رجیستر 3. قاعدتا به خاطر اینکه یه ستون کمتر دارین 25% کمتر فضاتون مصرف میشه، ولی با این تفاوت که خب شما چون دارید برای هر یک از این سطرهای یا ایندکس قرار میدین، ری اوردر کردن اینها سخته. چرا؟ چون گاهی شما مثلا دوست دارید که مثلا این لاینای کد شماست مثلا جای یه خط رو عوض کنید. خب اگر شما بخواید هر سطر رو انگار بهش اختصاص بدین که این رجیستر دستینیشنش چی میشه، خب خیلی سخت میشه که شما این ری اوردر ها رو انجام بدید.
کنترل فلو گراف هم اگه یادتون باشه همون کنترل فلو گرافی بود که شما داشتین میگفتیم که آقا من یه حالت گرافیه که داخل هر یک از این گراف‌ها من یه بیسیک بلاک دارم، یعنی انگار هر کدوم از اینها یه سری بلاک هایی هر کدوم از اینها چه بلاکی هن؟ اولا که خط کدن و بیشترین لینکس خط کدی که شما میتونید قرار بدین رو داخل هر کدوم از این بلاک ها قرار میدید تا زمانی که میتونید خط بلاک میذارید تا زمانی که نمیذارید، تا زمانی که دیگه نمیتونید بذارید. مثلا اینجا یه ایفیه، اگر ترو باشه میره سمت راست، اگر فالس باشه میره سمت چپ. و شما مثلا اینجا خب A 3 رو میریزید توی A، اوکی مشکلی نیست. B هم که مشکلی نداره، 4 رو میریزید توی B، هیچ مشکلی نداره، اینا رو میریزید. ولی چون مثلا این دو تا اینا هم این رو بعد پوشش بده، همین این پوشش بده، شما دیگه نمیتونید هیچ کدوم از بلاک‌ها رو با هم دیگه ترکیب کنید. اما به طور کلی واسه هر بلاک تا زمانی که مشکلی نباشه شما لاین اف کداتون رو تو هر بلاک میذارید، به اینا میگن بیسیک بلاک و یک گرافی از این بیسیک بلاک ها. خب بریم سراغ SSA فرم. SSA فرم یه فرمیه که شما خب من اول حالا بعد جلوتر توضیح میدم. SSA فرم یه فرمیه که شما براتون مهم میشه که ترک کنید تغییرات رو. به چه شکل؟ حالا من اگر اینا رو پاک کنم، اگر اینا رو پاک کنم نکنید اینا این دوتا کد هایی که اینجا نوشتیم، یعنی این و این معادل همه، با این تفاوت که شما توی قسمت راست SSA فرم رو دارید. شما توی قسمت راست وقتی که SSA فرم دارین، هم توی گفتم یعنی ترک کردن چنج شد تغییرات و آپدیت ها براتون مهمه. یعنی چی؟ یعنی که شما تو SSA فرم هر جا که یک وریبلی مقدارش تغییر میکنه شما یه لیبل جدید بهش میدید. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا خب این کده که آسونه، میدونیم دارید چیکار میکنه. اگه بخوام SSA فرم همین رو بنویسیم، میدونم که اوکی من x رو اینجا دارم واسه اولین بار تغییر میدم، دارم بهش اساین میکنم، پس بهش ایندکس 0 میدم. y رو برای اولین باره که دارم بهش اساین میکنم، پس بهش ایندکس 0 میدم. بعد حالا با استفاده از گوتو و اینها این وایلر رو اومده پیاده کرده، ولی اومده گفته که آقا من اینجا دارم x1 رو دارم x رو آپدیت میکنم، چون دارم آپدیت میکنم بهش لیبل جدید میدم، ایندکسش رو تغییر میدم. پس دیگه من x0 ندارم، آپدیت ترین ورژن x در x1 قرار داره. حالا بعداً جلوتر توضیح میدم که این 5 فانکشن چیه. صرفا اینو داشته باشیم تا الان که من توی هر x i دارم نگه میدارم که آپدیت ترین مقدار x توی تا اون مقدار چیه. و بعد اینجا هم دوباره دارم اساینمنت انجام میدم، مقدار x رو تغییر میدم. پس چون آخرین مقدارم x1 بود، دوباره این x1 رو آپدیت میکنم، میگم x2. واضحه که شما وقتی که مثلا توی این خط کد، حالا اینجا نه، مثلا شما توی این خط کد باشین، اگر بخواید برید سراغ مقدار x، بعد برید سراغ x2 و x1 و x0 دیگه ولید نیستن، انگار اکسپایر شدن. این نکته هم هست. قاعدتا کمک میکنه که اون آپدیت شدن های هر وریبل رو ترک کنیم، ببینیم که داره چه بلایی سرش میاد. پس قاعدتا این نکته اینکه توی هر مرحله من باید برم سراغ دقیقاً آخرین چیزی که بهش دسترسی داشتم هم برقراره. نکته دیگه ای که هست اینه که من میتونم اینا رو چک کنم. همین، فقط ببینم که فای فانکشن چیه. فای فانکشن داره میگه که آقا شما مثلا اگر من اینجا توی کنترل گراف بیام یه ریویو داشته باشیم، من وقتی که میخوام اینجا مقدار c رو حساب کنم که حاصل ضرب a و b، نمیدونم که این A از این بلاک اومده، A و B از این بلاک اومده یا از این بلاک اومده. انگار نمیدونم که از کجا من این A و B رو تونستم مقدار دهی کنم. یک uncertainty وجود داره که نمیدونم این اتفاق یعنی از کجا اتفاق افتاده است، توسط کدوم بلاکی که من اومدم به این مقدار کنونی دست پیدا کردم. فای فانکشن واسه هندل کردن همین موقع است. مثلا شما وقتی که بیاین این کد رو نگاه کنین، شما اولین باری که این بلاک داره اجرا میشه به این شکلی که آقا شما اولین بار میایین اینجا به جای x1، اگر گذاشت من بنویسم، شما به جای x1 میذاری x0، به جای y1 میذاری y0. بعد میای اینا رو کامل میکنی، از بار بعدی که این بلاک میخواد اجرا بشه شما دیگه x0 نمیذاری که آخرین مقدار آپدیت شده رو میذاری که x2. پس از بجز اولین بار
بقیه جاها شما توسط x2 و y2 که دارید مقدار x1 و x1 و y0 رو آپدیت میکنید. پس این فایل فانکشن صرفا داره هندل میکنه که این آپدیت شدن ها کجا داره اتفاق میفته یا به چه شکل داره اتفاق میفته. هر جا که انگار این آنسرتینتی باشه که چجوری داره اساین میشه، از کجا داره من این مقدار رو میارم، از فایل فانکشن استفاده میکنم. صرفا اینو داره میگه. حالا اینا به طور کلی کجا استفاده میشن؟ شما مثلا فرض کنید که توی یه سری لاین اف کد میگید که آقا من اول کد x0 دارم تا آخر کدم هم x0. خب این یعنی چی؟ یعنی که اصلا x آپدیت نشده. پس x انگار یک کانستنت بوده و چون کانستنت بوده پس شما مثلا میتونید اونجا یه سری اپتیمایزیشن ها انجام بدید و اپتیمایزیشن رو روش اعمال کنید. پس اینا اینجا به درد میخورن. این قسمت فقط داره میگه که آقا شما آیارهای مختلف دارین، یعنی مثلا لزوما توی میدل اندتون اینجوری نیستش که لزوما یه دونه آی آر داشته باشید، نه میتونه پس های مختلفی داشته باشه و شما میتونید حتی مدل های مختلف آی آر داشته باشید و این میتونه توی چندین پس اتفاق بیفته. صرفا اینا مهمن که اینا همشون با هم دیگه اکویوالنتن، معادل هم دیگه. اینجا صرفا داره در مورد مموری مدل ها میگه که آقا مثلا توی یه سری از مموری مدل ها من رجیستر به رجیسترم تا زمانی که بتونم سعی میکنم مقادیرم رو مثلا توی رجیستر تو رجیستر عرضم خدمت شما توی رجیسترها نگه دارم. قاعدتا به خاطر اینکه لود و استور کمتره اینا کلکیولیشن توش خیلی سریع تره و من کمتر از رم استفاده میکنم و لتنسی کمتری دارم. توی مموری تو مموری مدل هم هدف من اینه که آقا من بیام اتفاقا کمتر از رجیستر استفاده کنم و بیشتر سعی کنم که تو مموری با مموری کار کنم. معمولا اینجور کامپیوترها سرعت خیلی زیادی دارن تا دیتا رو جابجا کنن بین سی پی یو و مموری و اینجوری. یعنی مثلا بیشتر این بستگی داره به اینکه فقط بستگی به شرایط داره به اینکه شما ماشینی که مثلا دارید استفاده میکنید از چه نوعه. اگر از نوع رجیستر تو رجیستر باشه خب شما بیشتر میایین از همون رجیستر استفاده میکنید و از ویژگی‌هاش بهره میبرید یا بستگی به هدفتون داره. اینجا مثلا اینجا گفته بودیم که اگر امبدد سیستم باشه خب من سعی میکنم که بیشتر از رجیستر استفاده کنم، یا نه اگر مموری بیس باشه خب از چیز دیگه استفاده میکنم و بیشتر میگم بستگی داره به یوز کیستون دیگه از کدوم مدل استفاده کنید. همین، امیدوارم که مفید باشه واسهتون.